صبح هفتم دکامبر سال 2022 ضمن یک عملیات مخصوص وایت‌های نظامی ضد تروریستی آلمان که با نام GSG9 مشهور است از سر تا سر این کشور دست کم 25 نفر را با جرم دست داشتن به کوشش تبادلات دولتی دستگیر کردند. بنا به گزارش روزنامه آلمانی زیت، در این عملیات نزدیک به 3000 نظامی اشتراک کرده زیاده از 150 منزل گمان شوندگان را کفت و کوب کردند. منبع می‌افزاید که در عموم اعضای این گروه متشکل از 52 نفر عبارت بوده است، ولی تا به حال به پلیس میسر شده است که نصف گمان شدگان را دستگیر کنند. در بین دستگیر شدگان شاهزاده هنریخ سیزدهم از تورینگیا، سابق وکیل پارلمان آلمان بریگت مالزاک وینکمن، قماندان سابق اسپیسناز یا وایت‌های مخصوص قوه‌های مسلح آلمان ریوتیگر فون نیز هستند. شاهزاده هنریخ سیزدهم 71 ساله بوده از عائله اشرفزاده‌هایی است که قبلا گذشتگانش در تورینگیا، یک ایالت آلمان امروزه، حکمران بودند. او در گذشته بارها گفته است که وی به زمین‌ها و اموال فراوانی که در این منطقه اند حق دارد. حالا باشد او صاحب یک شرکت معماری در شهر فرانکفورت لب ماین بوده است. طبق بررسی پلیس پس از تبادلات دولتی آنها وظیفه‌های رهبری را بین اعضای گروه تقسیم کرده بودند. از جمله در عرصه حکومت نو آلمان باید هنریخ سیزدهم می‌نشست و مالزاک وینکمن وزیر عدلیه می‌شده است و آنها می‌خواستند همان عرض و طولی که امپراتور آلمان در سال 1871 داشت برقرار کنند. از روی نقشه پیشکی کشیده شده باید اعضای جناح‌های نظامی به پارلمان آلمان بوندستاگ هم حمله کرده وکیلان پارلمان را گروگان می‌گرفتند. همزمان برای به این عمل جلب کردن شهروندان آنها نقشه قطع نیروی برق در سراسر کشور را نیز کشیدند تا یک حالت بیبند و باری را در آلمان به میان آورند. از روی معلومات نشر شده انقلاب‌ها زمان دست به تبادلات دولتی زدن را به وقت نامعین واگذاشتند. اول آنها خواستند این نقشه را روز مرگ ملکه بریتانیا عملی کنند، ولی بعدا منتظر یگان نمود آفت طبیعی شدند که از فرصت مناسب استفاده برند. یک شهروند روسیه نیز با جرم همکاری داشتن با این گروه ها دستگیر شده است. از او ویتال نام برده می شود. از روی معلومات بعد از اومده او ماه یونی سال 2022 از کنسولگری روسیه در لیپسک بازدید کرده است. پس از او ماه ایول سال 2022 هنریخ سیزدهم نیز به کنسولگری روسیه آمده است. گمان می رود که تبادلاتگران می خواستند با مقامات روسیه تماس برقرار کرده نقشه تبادلاتشان را با مسکو هماهنگ کنند، ولی دیمیتری پسکوف سخنگوی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گفت کرمل هیچ ربطی با این قصد تبادلات دولتی در آلمان ندارد.